بازکوهی، سمبل استقامت و پایداری در نشانه طالبینی جدی، به خاطر پشتکار، سخت کوشی و طبیعت عمل گرایانش شناخته می شود. به عنوان یک نشان زمینی، شما ارتباط عمیقی با دنیای مادی دارید و توانایی تحمل مسئولیت‌های سنگین را دارا هستید. امسال، سال تالاتش، شما را تشویق می‌کند تا از قدرت درونی خود برای عبور از سالی پر از تفکر، مقاومت و فرصت‌های شگفت انگیز استفاده کنید. کیهان، برنامه ویژه‌ای برای شما جدی‌ها دارد. سفری که محدودیت‌های شما را آزمایش می‌کند، شما را از منطقه امنتان بیرون می‌آورد و در نهایت شما را به سمت رشد و تحول معنادار سوق می‌دهد. آماده باشید تا به اعماق وجود خود سفر کنید و با قدرت، خرد و ارتباط نزدیکتر با هدف واقعی خود از این سفر بیرون بیایید. این را به عنوان راهنمای نهایی خود برای سال پیش را در نظر بگیرید. ما به تأثیرات اصلی سیاره‌ای که سال شما را تحت تأثیر قرار می‌دهند نگاه خواهیم کرد. چشمانداز عشق و روابط را بررسی خواهیم کرد و فرصت‌هایی را که در شغل و امور مالی شما در انتظار هستند آشکار خواهیم کرد. ما همچنین در مورد اهمیت سلامتی و تندرستی بحث خواهیم کرد. به حوزه رشد شخصی و معنوی خواهیم پرداخت و یک نمای کلی ماهانه از تحولات کلیدی و تأثیر آنها بر زندگی شما ارائه خواهیم داد. سال تار ساحه ترکیبی از انرژی‌های سیاره‌ای قدرتمند را به همراه خواهد داشت که عمیقاً بر سفر شما، جدی‌های عزیز، تأثیر خواهند گذاشت. درک این تأثیرات کیهانی، کلید باز کردن پتانسیل‌های پنهان و غلبه بر چالش‌های پیشرو است. زحل، سیاره‌ای حاکم شما، به حرکت خود در خواط ادامه می‌دهد و بر موضوعاتی مانند درونگرایی، معنویت و رهایی از الگوهای قدیمی تأکید می‌کند. این گذر شما را تشویق می‌کند تا با هر گونه باور یا بار عاطفی محدود کننده‌ای که ممکن است شما را عبد نگه دارد، روبرو شوید. درس‌های گذشته را بپذیرید و از آنها به عنوان پله‌ای برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر استفاده کنید. مشتری، سیاره فراوانی و توسعه، بیشتر سال را در نشان زمینی ثور سپری خواهد کرد. این همسوی مساعد شادی، خوشبینی و فرصت‌های رشد را در زمینه‌هایی مانند عشق، خلاقیت و امور مالی به همراه خواهد داشت. قلب خود را به روی فرصت‌های جدید باز کنید و به زمان بندی کیهانی اعتماد کنید. پلوتو، سیاره دگرگونی، وارد دلو می شود و نشان دهنده دوره‌هایی از تغییرات اساسی در چشم انداز مالی و رابطه شما با قدرت است. این تغییرات را با شجاعت و اراده بپذیرید، زیرا می‌دانید که شما را به سمت نسخه‌ای معتبرتر و قدرتمندتر از خودتان سوق می‌دهند. سال تهدززیتس پویایی‌های جالبی را در زمینه عشق برای جدی‌ها به همراه دارد. نیمه اول سال برای روابط عاشقانه مساعده‌تر است، زیرا نفوذ مساعد مشتری شما را با فرصت‌هایی برای ملاقات با فردی خاص یا تعمیق پیوندهای موجود پر می‌کند. ارتباطات در این دوره کلیدی است، زیرا سوء تفاهم‌ها می‌توانند به راحتی ایجاد شوند. صادق و شفاف در مورد احساسات خود باشید و از ابراز نیازها و خواسته‌های خود نترسید. به یاد داشته باشید، آسیب پذیری ضعف نیست، بلکه قدرت است. با پیشرفت سال، روابط نیاز به تلاش و درک بیشتری دارند. گذر زحل شما را تشویق می‌کند تا تعهدات خود را به دقت بررسی کنید و ارزیابی کنید که آیا آنها با نیازهای در حال تحول شما همسو هستند یا خیر. این زمان گفتگوهای صادقانه، مصالحه و تمایل به رویارویی با چالش‌ها با هم است. روابط خانوادگی نیز امسال به ویژه در 3 ماهه اول در کانون توجه قرار خواهند گرفت. ممکن است با بستگانی که مدت هاست ندیده اید دوباره ارتباط برقرار کنید یا پیوندهای موجود را تقویت کنید. از این فرصت برای ایجاد خاطرات گرانبها و پرورش روابطی که بیشترین اهمیت را دارند استفاده کنید. سال تازن و زاس
نوید بخش رشد پایدار و فرصت‌های جدید هیجان انگیز در حرفه شماست. اخلاق کاری قوی و ماهیت جاه طلب شما همراه با انرژی توسط دهنده مشتری زمینه مساعدی را برای موفقیت و فراوانی ایجاد می‌کنند. 3 ماه اول نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌گیری عاقلانه است، زیرا نفوذ ذهن خواستار رویکردی محتاطانه است. این زمان بسیار خوبی برای ارزیابی مجدد اهداف بلند مدت، اصلاح مهارت‌هایتان و ایجاد پایه‌های محکم برای تلاش‌های آینده است. در طول سال آماده پذیرش فرصت‌های جدید و کاوش ایده‌های نوآورانه باشید. این زمان مناسبی برای درخواست ترفیع، سرمایه گذاری در آموزش یا کاوش مسیر شغلی جدیدی است که با اشتیاق شما همسو باشد. در حوزه مالی، سال تازه تیز هم فرصت‌هایی برای سود و هم هزینه‌های غیرمنتظره را به همراه خواهد داشت. نفوذ مشتری می‌تواند فراوانی را به خود جلب کند، اما مدیریت عاقلانه منابع و اجتناب از ولخرجی‌های بی‌فکر ضروری است. گوازر پلوتو می‌تواند تغییرات غیرمنتظره‌ای را در چشم انداز مالیتان ایجاد کند و شما را ملزم به سازگاری و نوآوری کند. بخش 5 سلامتی و تندرستی، اولویت بندی بهزیستی شما. سلامتی و تندرستی شما بسیار مهم است. جدی‌های عزیز، و سال جذب حساس به شما یادآوری می‌کنند که مراقبت از خود را در اولویت قرار دهید و انتخاب‌های سالمی داشته باشید که از جسم، ذهن و روح شما حمایت کند. نیمه اول سال به طور کلی برای سلامتی شما مطلوب است، اما حفظ یک سبک زندگی متعادل و اجتناب از کار بیش از حد ضروری است. به علائم بدن خود گوش دهید و برای استراحت و تجدید قوا وقت بگذارید. با پیشرفت سال، ممکن است نیاز داشته باشید رویکرد خود را نسبت به سلامتی و تندرستی تنظیم کنید. روش‌های جدید ورزش را کاوش کنید، رژیم‌های غذایی مختلف را امتحان کنید و ادغام تمرین‌های ذهن آگاهی را در زندگی روزانه خود در نظر بگیرید. به یاد داشته باشید که تغییرات کوچک می‌توانند در طول زمان تفاوت بزرگی ایجاد کنند. سلامت روان به اندازه سلامت جسم مهم است و سال حالت شما را تشویق می‌کنند که بهزیستی عاطفی خود را در اولویت قرار دهید. با عزیزان خود ارتباط برقرار کنید، فعالیت‌هایی را انجام دهید که شما را شاد می‌کنند و در صورت نیاز از کمک حرفه‌ای استفاده کنید. به یاد داشته باشید درخواست کمک اشکالی ندارد. بخش 6 رشد شخصی و معنوی، سفری برای خودشناسی. سال تاس باشن، سالی از خودشناسی عمیق و کاوش معنوی برای شما جدی هاست. نفوذ ذهن شما را تشویق می کند تا به درون خود بنگرید، با سایه های خود روبرو شوید و قدرت دگرگون کننده خودشناسی را در آغوش بگیرید. این زمانی برای تأمل در ارزش‌ها، باورها و آرزوهایتان است. چه چیزی برای شما از همه مهمتر است؟ در زندگی به دنبال چه هستید؟ از این دوره درون‌نگری برای به دست آوردن درک واضح‌تری از هدف زندگی خود و تعیین اهدافی که با خود واقعی شما همسو هستند استفاده کنید. تمرین‌های معنوی مانند مدیتیشن، نوشتن در دفتر خاطرات یا گذراندن وقت در طبیعت می‌تواند در این دوره بسیار مفید باشد و به شما کمک کنند تا با شهود خود ارتباط برقرار کنید و خرد درونی خود را باز کنید. با شجاعت و قلبی گشوده با ناشناخته‌ها روبرو شوید، زیرا می‌دانید که هر تجربه‌ای، چه چالش برانگیز و چه پاداش دهنده، فرصتی برای رشد است. بخش 7 راهنمای ماهانه، رویدادها و بینش‌های برجسته جدی در سال تیزنزتش. در اینجا مروری بر رویدادهای ماهانه و چگونگی تأثیر آنها بر زندگی شما ارائه می‌شود. ژانویه، سال را آسته شروع کنید، با چالش‌های بالغو در شغل، روابط و امور خانوادگی. بر صبر و انعطاف پذیری تمرکز کنید. بر صبر و شکیبایی تمرکز کنید. فوریه مارس، خانواده و ریش‌ها در کانون توجه قرار می‌گیرند. ممکن است با بستگان دوباره ارتباط برقرار کنید یا درک عمیق‌تری از میراث خود به دست آورید. ممکن است با بستگان دوباره ارتباط برقرار کنید
یا درک عمیق‌تری از ریشه‌های خود پیدا کنید. آوریل ژوئن، قدرت ذهنی شما می‌درخشد. زمان بسیار خوبی برای امضای قراردادها، سفرهای کاری و پیگیری آموزش بیشتر است. زمان مناسبی برای امضای قراردادها، سفرهای کاری و ادامه تحصیل است. جولای آگوست، مسئولیت‌های جدید به ویژه در رابطه با خانواده ممکن است ارتای چکسن. زندگی شخصی و کاری خود را به طور مؤثر متعادل کنید. تعادل خوبی بین زندگی شخصی و کاری خود برقرار کنید. سپتامبر، ماهی از ثبات عاطفی و قدرت ذهنی. با آرامش و اراده بر چالش‌ها غلبه خواهید کرد. با آرامش و اراده بر چالش‌ها غلبه خواهید کرد. اکتبر نوامبر، از فرصت‌ها برای تفریح، خنده و وقت گذراندن با دوستان استفاده کنید. لذت بردن کلید موفقیت است. دسامبر، زمانی برای تأمل و برنامه‌ریزی برای آینده. موفقیت‌های خود را جشن بگیرید و اهداف جدیدی را برای سال آینده تعیین کنید. موفقیت‌های خود را جشن بگیرید و برای سال آینده اهداف جدیدی تعیین کنید. بخش 8، جمع‌بندی، در آغوش گرفتن روحیه‌ای بزغاله در سال تولدن داست. جدی‌های عزیز، سال تازه سالی از تحول عمیق و رشد برای شماست. سالی برای بکارگیری قدرت درونی شماست. انعطاف پذیری، عزم راسخ و اخلاق کاری قوی شما. کیهان شما را تشویق می‌کند تا به درون خود بنگرید. با سایه‌های خود روبرو شوید و به عنوان نسخه‌ای معتبرتر و قدرتمندتر از خودتان ظاهر شوید. به یاد داشته باشید که بهزیستی خود را در اولویت قرار دهید. روابط خود را پرورش دهید و با چالش‌ها با درک و شفقت روبرو شوید. این سفر همیشه آسان نخواهد بود، اما پاداش‌ها بسیار زیاد خواهند بود. با شجاعت و قلبی گشوده با ناشناخته‌ها روبرو شوید و به زمان بندی کیهانی اعتماد کنید. همانطور که در چشماندازهای کیهانی سال جز از استاز حرکت می‌کنید، به یاد داشته باشید که در این سفر تنها نیستید. خودتان را با کسانی احاطه کنید که از شما حمایت می‌کنند، شما را بالا می‌برند و به شما الهام می‌بخشند.